امروز میخوایم راجع به سبب شناسی خیانت صحبت کنیم. عواملش چیه؟ 1. وجود اختلال شخصیت به خصوص ضد اجتماعی ها. 2. احتمال وجود مشکل در رابطه با همسر. 3. افسردگی شدید یا واکنش نسبت به افسردگی. افسردگی گاهی درون ریزه، گاهی مانیک، مثل پرخاشگری و فرار از خانه که به شکل خیانت شاید بروز داده بشه. 4. وجود ساختار ارتباطی ناسالم. 5. وجود ویژگی شخصیتی مثل تنوع طلبی و تعدد طلبی، هیجان پذیری بالا. 6. توجیه شرعی. 7. نارضایتی جنسی. تفاوت‌های جنسی در واکنش به خیانت هم متفاوته. وقتی زنی خیانت می‌بینه سعی می‌کنه زندگیشو حفظ کنه، قهرش از کینه نیست و حتماً اصرار داره که شوهرش بهش تعهد بده. واکنش زن هیجانی منطقیه، یعنی میپذیره که اشتباه کرده، ولی مرد معمولاً هرگز نمیپذیره. این واکنش ها در مورد خانوم ها که انجام میدن همان جلوه‌ای از خود خداست. یه بار دیگه مرور کنیم.